سلام خدمت همراهان گرامی، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. امروز میخوام بهتون آموزش بدم با هر سرمایه‌ای که دارید از 100,000 تومان حالا تا چند صد میلیون بتونید طلا بخرید و به راحتی سرمایه گذاری کنید بدون اجرت، بدون هزینه‌های اضافی و مالیات، به راحتی بتونید خرید کنید. قبل از اینکه بریم سراغ آموزشمون حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر بشید. خب بچه‌ها، برای شروع حالا اگر با موبایل میخواید انجام بدید که وارد سایت بازار میشید، اپلیکیشن بازار رو باز میکنید و برنامه بازار رو دانلود میکنید و نصب میکنید که کاربریش خیلی راحت تره. ولی خب اگر هم با سیستم هستید، با لپتاپ هستید، با کامپیوتر هستید هم مشکلی نداره و میتونید از نسخه وبش استفاده کنید. و برای شروع داخل گوگل سرچ میکنید بازار، باید بیاید پایین این قسمت بازار داتایار، وارد سایت میشیم. خب این آدرس محیط سایت، این محیط سرمایه گذاری نیست فعلا، این محیط اصلی سایت. برای ورود به سایت باید این میبینید دانلود اپ اینجا هم داره برای موبایل و نسخه وب. و اینجا هم که میبینید حالا اگر اعتماد ندارید چطور به بازار اعتماد کنیم و میتونید ببینید که حالا اینجا پروانه کسب و اطلاعاتشون نوشته شده و حالا میتونید خودتونم پیگیری بکنید. پلیس فتا هم که میبینید ثبت کردن. خب حالا ما وارد نسخه وب میشیم. خب اینجا خب این قسمت وروده. ابتدا باید شما ثبت نام بکنید از این قسمت که حالا شماره موبایل نیاز دارید و حالا اطلاعاتتون رو باید وارد کنید. من چون قبلا ثبت نام کردم دیگه مراحل رو بهتون نشون نمیدم و کار خاصی هم نداره. خب این داشبوردتونه، قسمت اصلیه. و حالا بخواید اگه بیشتر به چیز کنید باید اینجا اطلاعاتتون رو کامل وارد کنید، کد ملی، تاریخ تولد برای احراز هویت، تصویر کارت ملیتون رو وارد باید بکنید که بررسی بشه و بتونید که حالا اون چیزتون بالاتر بره، خرید نامحدودتون. خب الان اینجا میبینید قیمت فروش طلا حالا امروز که 10 آذر ماه 1402 میبینید قیمت فروش 2,453,000 تومانه و قیمت خرید 2,495,000 تومان. حدود 40,000 تومان این وسط حالا قیمت خرید و فروش متفاوته که حالا تو قیمت من 2 میلیون تومان واقعا 40,000 تومان پول زیادی نیست و خیلی درصد کمی میشه، زیر 1% میشه این تفاوتش. اینجا هم حالا یک چارتی داره که حالا یه نموداری داره، قیمت طلا رو گذاشته از 10 مهر ماه حالا تا امروز 10 آذر ماه که حالا به چه صورت بوده، تا کجا بالا رفته و حالا یه نموداری داره. اینجا شارژ کیف پول رو داریم، حالا هر چقدر خواستید میتونید شارژ کنید، 100,000 500,000 1 میلیون یا حتی بیشتر. این قسمت خرید طلاه که دارایی ها رو نوشته و قیمت خرید. اینجا هم که فروش طلاه که حالا شما میتونید هم مقدار طلاتون رو بزنید که چقدر میخواد بفروشید، هم میتونید مبلغ دریافتیتون رو بزنید که به همون میزان مقدار طلا رو محاسبه کنه و واسهتون بفروشه. این قسمت تسویه ریالیه که حالا باید شماره شباتون رو ثبت بکنید اینجا تو حسابهای بانکی. و این قسمت هم که گزارشات خرید و فروشه که میتونید از اینجا چک بکنید. و حالا بخواید طلاتون هم دریافت بکنید، دقیقا من اطلاعاتشو ندارم ولی به یه مقدار که برسه 20 گرم یا 40 گرم میتونید برید که اونجا یه شمشای از این شمشای چند گرمی رو دریافت کنید. قبلش باید حتما باهاشون هماهنگ کنید، هم تو ترش شعبه دارن تهران و هم تو کرج خیابون شهید بهشتی میتونید که مراجعه کنید و طلاتون رو به صورت حضوری حالا دریافت بکنید. خب حالا من موجودی یه مقدار افزایش میدم، یه خرید انجام میدم که شما با مراحل
خریدم آشنا بشید. من بعد از اینکه موجودی افزایش دادم ویدیو رو ادامه میدم. خب بچه من حسابم رو به 500,000 تومان شارژ کردم اونطور که میبینید موجودی ریالی. و حالا میریم به قسمت خرید طلا. خب من میزنم اندازه 500,000 تومان میخوام خرید کنم. خب میبینید 0.2 گرم میتونیم خرید کنیم. یه لحظه اینجا یه ذره باید کمتر بزنم، 499,000. خب میبینید دقیقا 0.2 گرم شد. خب خرید طلا با موفقیت انجام شد و به دارایی شما افزوده گردید. خب اینجا هم که خودتون میبینید 0.2 گرم اضافه شد و حالا اینجا هم تو قسمت گزارشات ثبت شده. شارژ کیف پول، حالا خرید طلا، همونطور که خودتون میبینید حالا 900 تومان هم که موند. و برای حساب های بانکی هم که کار خاصی نداره، نوع حساب و کارت یا شبا میخواید وارد میکنید، عنوان دلخواهی هم حالا اسم بانکتون رو مثلا وارد میکنید و شماره کارتتون هم وارد میکنید برای برداشت وجهتون. حالا به جز این سایت هم سایت های دیگه ای هست، ولی خب این سایت رو ما تست کردیم که حالا از لحاظ اینکه کلاهبرداری نباشه، ولی خب سایت های مشابه این سایت هم باز موجود هست. اپلیکیشن موبایل هم دارن که کار باهاش راحت تر میتونید اونم نصب بکنید. و حالا تو بورس هم که میتونید صندوق های طلا بخرید که در آینده حتما آموزش اونم براتون میذارم. خب بچه امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه، استفاده کرده باشید. تا ویدیوهای بعد